شریفی ضربه از راه دور توی دروازه. مهدی شریفی اینجاست، کسی که روزای تلخ و شیرین زیادی تو فوتبال تجربه کرده. مهدی جان سلام، خیلی خوش اومدی به فوتبال برتر. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب فوتبال برتر. در خدمتتون هستم. ما فصل با آقا محرم شروع کردیم. میگم ما واقعا تیممون خوب بازی میکنه، یعنی خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، هم زمانی که آقا محرم بود هم آقا مسعود، ولی به نظر من با آقا مسعود ما روزای خیلی خوبی خواهیم داشت. دقیقاً. و هنوز شاید خیلی از هوادار سپاهان اون سوالی که ذهنشون رو درگیر کرده جدایی تو رفتن به سربازی بود و تراکتور. آره خب من با خود آقا محرم اینا مشورت کردم، اون موقع با بزرگای تیم مشورت کردم، گفتم ببینید من که باید خدمت سربازیمو برم. من با بزرگا صحبت کرده بودم ولی یهویی شد، یعنی هوادارا یهو متوجه شدن. فاصله بین صحبت و تصمیم گرفتنت خیلی نزدیک بود. خیلی نزدیک بود. یه دفعه من رفتم واکنش‌های یه ذره بد بود که دوباره تو برگشتم. آره خیلی ناراحت شده بودن هوادارا. و بعد رفتی تراکتور رو دوران خوبی بود. میدونید شما پنجره بسته میشه، یاد نمیدونم چرا، یعنی من هم تراکتور پنجره بسته شد هم پرسپولیس پنجره بسته. راست میگه، چرا تو هر جا میری پنجره بسته میشه؟ پنجره سرده فکر کنم، خیلی هر جا میرم پنجره بسته میشه. بد شانس. یعنی ما تیممون تراکتور خوب یهو پنجره بسته شد. وقتی بازیکنمون رفتن ما این اتفاق فهمیدیم که پنجره بسته شد. بعد این ماجراها مهدی شریفی اومد پرسپولیس. دوران برانکو تو فصل طلایی خیلی هم خوب بود. پنجره بسته. آخه میدونین چیه؟ من از سپاهان اومدم، یعنی من از سپاهان که جدا شدم خیلی از تیم‌ها لطف داشتن من زنگ زدن، همه تیم‌ها، یعنی از استقلالش تا پایین که اون موقع بود استقلال پرسپولیس، اومدیم همه تیم‌ها من زنگ زدن. اومدم پرسپولیس، من اومدم، مهدی ترابی اومد، مهدی شیری اومد، ما اومدیم قرارداد بسته. آره. پنجره بسته شدیم دوباره. سرد شد. پنجره بسته شد. همه برگشتن تیمای خودشون، یعنی مهدی شیری برگشت پیکان، مهدی ترابی رفت سایپا. من دیگه نمیتونستم برگردم سپاهان اصفهان حتی. آره دیگه، یعنی اوضاع خوب نیست. خیلی بعد منو دوست داشتن، من همونجوری خیلی دوستشون داشتم، اونا منو خیلی دوست داشتن. اونا مخصوصا تو اون مقطع و پرسپولیس خیلی کری داشتن. اصلا کلا پرسپولیس سپاهان کری عجیب غریبی دارن با هم. تیمای دیگه که من زنگ می‌زدن، آقای برانکو میگفتش که من ترجیح میدم که وایسی با خودمون تمرین کنیم، یعنی با مارکو بدنسازی‌ها رو کار کنیم. منم فقط بازی‌های دوستانه، ریکاوری‌ها، تمرین‌های تیم فقط تمرین می‌کردم. یعنی ولی آخر فصل جدا شدی چرا؟ ما رفتیم ترکیه با آقای کادرون. آره رفتیم ترکیه. من گفت من هر کی تمرین خوب کنه بازیش. شایان مستو اون موقع خط زد، سروش رو خط زد. حالا اینا رو من جایی نگفتم اصلا. رادو رو گفت من نمیخوام، یعنی باید سه تا یکی دیگه هم خط میزد. رادوشوویچو خط زد. خب رادوشوویچو خط زد، گفت من نمیرم، من قرارداد دارم، من مثلا پولمو میگیرم. رادو گفت. آره. چند تا بازیکن دیگه هم همین اتفاق افتاد واسه شو، گفتم ما نمیریم. کالدرو منو صدا زد، گفت من میخوام به تو بازی بدم، من تو رو دوست دارم. حتی مترجمشون و آقا کریم هم بودن تو ترکیه. بعد اومدیم تهران 10 روز دیگه بازی شروع شد. اومد به من صدا زد، گفت مهدی من یه چیزی میخوام بهت بگم. من چند تاییو که نمیخواستم، یه اتفاق افتاد که مجبور شدم بخوام. تو ناگفته‌ای نداری از اون دوران پرسپولیس، جدا شدن تلخ دوران کالدرون و اینا؟ اطرافیان اون موقع که خیلی نزدیک بودن، تصمیم گیرنده بودن، یکی از اطرافیانشون به دوست من گفته بود که اگه میخوای حال مهدی خوبتر باشه خب باید، اینا درست نیست ولی من به شما میگم چون میخوام حالا مردمم بدونم. الان که خب خیلی سال گذشته نه اون که سرمربی که اصلا فکر کنم در جریان نبوده، شاید تاثیرگذار بوده اون فرد روی من نمیدونم نظر اون. آره گفته میتونه چیز کنه دیگه، یعنی هزینه کنه. آره دیگه. نه بابا برگردی عقب کدوم تصمیمو نمیگیری؟ پرسپولیس اومدم سعی میکنم اون نیم فصل اولو برم قرضی جای بازی کنم. بهترین فوتبالیستی که کنارش بازی کرد؟ زیاده، خیلی زیاده. 2 تا من سید جلال و آقا محرم به نظرم باشگاهی. آره آقا محرم به نظرم بهترین سرمربی که باش کار کردی
آقا مسعود شجاعی که تازه اومدن، حالا خیلی مدت زمان زیادی نیست، ایشون رو میذاریم کنار. قبل از ایشون به نظرم اونی که منو به فوتبال معرفی کرد میتونه بهترین گزینه باشه. خدا بیامرز آقای کرانچار. گل زیاد زدی، بهترین گلت؟ گلم به الهلالی که سپاهان بودن. سوکای ارسال میکنه مهدی شریفی پشت منطقه شریفی ضربه رو میزنه توی دروازه. یه سوپر گل از مهدی شریفی. بهترین دوران فوتبالیت؟ سپاهان. طبیعت.